دوستان عزیز قرار داریم در ولایت سوخت در منطقه آزادی اقتصادی در یک جایی که یک لایحه اجرا شده است از طرف وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان با راهبری وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان محترم حکیم زاده قربان. این لایحه چی است؟ بلند برداشتن استواری کشاورزی از من میفهمونم مقصدشو مبلغ‌گذاری لایحه گروه بانک عمومی جهانی انشاءات نام انشاءات بنیادی مرکزی اگرولوژیستیکی یعنی منم خیلی بیناها میشود. من اینجا بیناها در همین منطقه بالای 2 هکتار بنا میشود. بازی بنا رو نشون میدم به شما. من بنا این خیلی میشود. اینجا من بنا ساختمانش رفته شده است. برابری محترم وزیر کشاورزی اول ایون تمام کردن نصب شد. کی تمام میکنید؟ اولی ماه ایون با. ایون با. یعنی وقتی سیزونی میوه و سبزیجات تمام کردن در وقتی سیزونش فعالیت دارد. مقصودم همین است. یعنی که از دهقان چیکار کند که مالش رو فروشد؟ اینجا چخیل قانون قطعی چخیل میشود؟ فهمانده میتونید؟ اینجا قانون اینجا مرکزی اگرولوژیک اصلا مسئلهش همین که در اینجا لابراتوری میشود. لابراتوری که در جمهوریتمون بیاد نداریم گفته میتونه. اساساً مشکلی دهقانا را از چه جهت سبک میکند؟ مثلا میوه و سبزیجات دارد چه نمونه باکتری میکروب چی دارد در اینجا معاینه کرده میشود و پیشگیری کرده میشود اینجا. مثلا این چی میتونه شما با اگر صادرات کردنی باشد میدونید بغیر از روسیه یا قزاقستان صادرات کردن نمیتونه. بسیاری که ما سطحش حجت گرفتن نمیتونیم نداریم لابراتوری. در اینجا خیلی حجت میگیرن و چهار طرف جهان میدونن صادرات کنن. همین بنا رو برای چی ساخته شده؟ این برای لابراتوری کلان کو اینجا چی میشود؟ دهقان اینجا چی استفاده برده میکنه؟ افزایش این لایحه گفتم. دوی افزایش اینجا است که برای 1200 تن محصولات ذخیره کرده میشه اینجا با. یعنی ذخیره میوه و سبزیجات هر سه نموش موافق شده است. برای 1200 تن ذخیره سردخانه. پس سیم افزایش همین که اینجا وای داریم. کالیبروفکا داریم. یعنی سه نمود کالیبروفکا میشه هم میوه هم چیزا سبزیجات رو کالیبروفکا کرده میشه اینجا با. کالیبروفکا کرده اوپاکوفکا کرده محصولاتی تایید برای صادرات میشه در اینجا. برای دهقان چه خوبی است؟ دهقان بیاد سبوکی دهقان چی میبیاد؟ سبوکی دهقان یکمش اینجا میتواند آورده ذخیره کند در سردخانه ها. یکمش یعنی چی معنا دارد؟ مثلا زردآلوتان پخته تمام شد اینجا میماند بعد گذشتن موسم خلق اینو پخته میتونه. دویمش لابراتوری هست که در اینجا اگر آدمایی که صادرات کردنیان در این لابراتوری سنجش میگذارند و حجت میگیرد که محصولاتش بی‌ضررناک. سیمش در اینجا کالیبروفکا میکنند. کالیبروفکا کرده میدونه این بسیار مهم. درست. کالیبروفکا کرده اینا رو اوپاکوفکا کرده یعنی برای بازار جهانی موافق یک وای میشود محصول کرده میشود. نه یعنی چیزی که در کاندو فروخته که نمیشود و خوش کالیبروفکا شدگی خوش اوپاکوفکا شدگی یعنی مثلا دولت‌های غربی میفروشند. یعنی که میوه رو یا سبزیجات رو نمودی خوشرویی میتیان خوش صفت میکنن برجامایی خوشرویی میکنن یعنی که به سطح جهانی میبرویم. درست؟ تشکر به شما محترم وزیر کشاورزی. یک جهان تشکر به شما با این همتتون با این راهبریتون که شما منم خیلی کارخانه ها رو در اینجا بنیاد میکنید تا اینکه به دهقان ما سبوکی بیاید رو به بازار بیاید محصولاتش خوش صفت شود و با یک نرخ نغز به فروش رفته صاحب پول شود. همدیاران عزیز همین تابستان این بنا بود میشده است. همین بنا بود میشده است. در پناه خدا باشید. تنها سخنهای خوب گوید. این بنا از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان چون این دستگیری سخت یافته شده است و با راهبری وزارت کشاورزی ساخته شده است. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.